احمد جونم همون خیلی کسان گفتی زیاد السلام علیکم دوستان عزیز برادرای عزیز همه شما میدونید که 7 ماه پیش من دختر جان مریم جون عزیز از دست دادم از بیماری دور و دراز بیمار بود امروز من برادری وای احمد جونم همون خیلی کسان گفتی زیاد دیگه نمیدونم چیکار کنم اگر بتونیم دستگیری کنیم نمی کودک اونجا دیگه تمامت برام سلامت باشه برادر همه ما شما فرزند داریم میدونیم بسیار وزینه وقتی فرزند به دست میتی برای همین گفتم برادرای خیرخواهی که هستن اگر امکانیت داشته باشن دستگیری کنن این همی رقم کرته یعنی بچه جان ما در نام ما شریفوف عبدالله یعنی کرته اسپیتا ممبر و کرته Сбербанк در نام زینب بیبی است اگر امکانیت باشه شرایط باشه دستگیری کنیم برادران دعا میکنم که خداوند یگان کس داغ فرزند نبینه بسیار وزنین است برادران برای همین خدا جان کسی که برادرایی که در غریبی ها هستند بیرون از تاجیکستان عزیز در امریکا در روسیه در تمام بیرون از تاجیکستان عزیز من در داخل تاجیکستان خداوند یگان کس به همین روزی که ما گرفتار شدم گرفتار نگردم بسیار وزنین است برادرای عزیز خدا جان همیشه پدر و مادر بالای سر فرزندا باشن و فرزندا سالم باشن و تبسمای فرزنداشون ببینن آینده فرزندای آنها نیز در خدمتشون باشه سلامت باشی برادرای عزیز رحمت نخواد کی